رقابت‌های کورش یا پهلوانی تحت نام جام بهاری میان 10 تن از پهلوانان از ولسوالی‌های پلوخمری، بغلان مرکزی، نهرین، برکه، جلگه و اندراب‌های این ولایت از سوی باشندگان ولسوالی جلگه با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بغلان با حضور گرم تماشاچیان و علاقمندان این رشته ورزشی برگزار شده است. مسئولان برگزار کننده مسابقات هدف از راه اندازی این مسابقات را تشویق جوانان به ورزش و گسترش این رشته ورزشی در گوشه و کنار این ولایت عنوان می‌کنند. برنامه امروزی که ما ملت عزیز ما مردم ولسوالی جلگه خصوصا قریه گودری این محفل پهلوانی را برگزار ساختن و از پلوخمری، از ولایت بغلان، از ولسوالی نهرین، از ولسوالی برکه و حتی اندرابها ولسوالی جلگه از اینجا یا پهلوانا را خواستند در این فضای آزاد در این فصل بهار و جشن محفل پهلوانی را اینها برگزار ساختند و خصوصا ملت عزیز ما مردم گودری و از طرف قادس متعالی و پهلوان عبدالظاهر این محفل برگزار گردید. این مسابقه بین ولسوالی‌های همجوار جلگه برگزار شده که نهرین است، برکه است، خود جلگه است. با تعداد صدها پهلوان اینجا آمده رقابت میکنند. هدف ما رساندن پهلوانی کورش در تمام نقاط ولایت بغلان است که ما در ولسوالی ها شما شاهد برنامه های زیادی بودیم که در تمام ولسوالی ها ما برنامه های خود داریم و می داشته باشیم به خاطر که پهلوانی کورش در ولایت بغلان گسترش بیابند. در همین حال شماری از ورزشکارانی که در این مسابقات شرکت نمودند از مسئولان اداره ورزش کشور خواستار فراهمسازی زمینه‌های بهتر ورزشی با ویژه ساخت میدان‌های معیاری برای ادامه تمریناتشان هستند. ما از دولت می‌خواهیم که برای ما یک کمکی بکنه چون تا به حال کمکش نرسیده و جوانای خیلی چیز داره ورزش دوست داره. برای ما از دولت خواهش ما همی است که برای ما یک کلپ رسمی دایر بکنه که ما بتوانیم که دیگر لبخند برای دوستا و هموطنا بیاریم. ولسوالی جلگه در ولایت بغلان کدام در سطح ورزش کدام کلپ و باشگاه و کدام چیز پیشرفته نداره. دیگه از امارت اسلامی افغانستان خواهشمند هستیم که همراه ما در این عرصه همکار باشن و کمک کنن که ما بتانیم ورزش در ولسوالی جلگه دیگه دنبال کنیم و به مقصد خود برسیم. تقاضای ما همی است که از رئیس فدراسیون ولایت بغلان تقاضای بیشتری ما اینجا که جوانای خیلی خوب آماده داریم چون باید با آن رسیدگی شود، باید ما در کنارشان بگیرن ما مردم حوزه گودری ولسوالی جلگه را چون به خاطر یک کلبی به ما بسازن یک کمک همکاری و دست ما را بگیرن که تا جوانای ما یک جای برسن. مولوی عبدالقدیر ثاقب ولسوال جلگه از راه اندازی مسابقات پهلوانی در این ولسوالی استقبال میکند و از تأمین امنیت در این ولسوالی اطمینان داده میگوید که ورزشکاران میتوانند با خاطر آرام به تمریناتشان ادامه دهند. دا خو ډیره غټه لوبه ده او ډیره موشبه ده هم ده او موږ د دوی د امنیت لپاره ژوند یو امنیت مو ورته تامین کړی دی نیولی مو دی او نور هم موږ په دې لوی باندې خوشحاله یو. خدای دې وکړي چې هر کله دوی دلته راشي او موږ د دوی تامین نیسو. اطمینان چې دی موږ سل فصلو کې د ګرد افغانستان ملت ته موږ اطمینان دی سل فصلو کې چې د دوی تامین په موږ باندې یو فریضه ده او موږ خپل په وس او توان طاقت باندې د دوی تامین نیسو. جلگه یکی از ولسوالی‌های دوردست ولایت بغلان است که در 93 کیلومتری مرکز این ولایت قرار دارد. برگزاری مسابقات پهلوانی پای صدها تن از باشندگان این ولسوالی را به تماشای این مسابقات کشانده است. شماری از باشندگان این ولسوالی که برای تماشای مسابقات پهلوانی آمدند از راه اندازی همچون مسابقات در یک فضای امن در این ولسوالی ابراز خرسندی می‌کنند. ما امکانات تقریبا را نداریم که دیگه مثلا همچون مسابقات موقعیت استراتژیکش برابر باشه و پهلوان ما بتونه به یک روحی آرام تمرین بکنه. دیگه ما تقریبا تقاضای ما مینایست یک جوان از دولت امارت اسلامی همی است که دیگه در مورد همچون ورزش مثلا تمرکز کنه، کمک کنن
تا جوانای ما بتونه که تشویق شوند از بیشتر و بیشتر دیگه بتونن که مسابقات خوب برگزار کنند. در ارتباط برگزاری مسابقات فقط اینا یک میدان ورزشگاه بهتر و خوبتر منظمتر داشته باشه و همچنین یگان لباس یا وسایلی که هستند که ما او را نمیفهمیم که وسایل ورزشگاه هر کامشان شاید ورزش لباس های مختلف یا چیزهای مختلفی داشته باشند و این در دسترس مردم ما در دسترس جوانای ما خصوصا نوجوانای ما قرار بده بسیار بهتر و خوبتر البته خواهد بود. این در حال است که در چند روز پسین نزدیک به 10 مسابقه میان پهلوانان در بخش‌های مختلف این ولایت برگزار شده است.